چه مرگ خوشی، چه مرگ نیکی، چه شهادت نیکی همه در پیش داریم. پس مردانه زندگی کنیم، عالمانه زندگی کنیم، شجاعانه زندگی کنیم، با عزت زندگی کنیم، با افتخار زندگی کنیم. شعار ما، شعار ما، شهادت افتخار ما، نجابت افتخار ما، اسلام افتخار ما، برادرای افتخار ما، علمای افتخار ما، منبر افتخار ما، محراب افتخار ما. این زندگی با شرافت است. عزیزان قدر علما رو بدانیم. با خدا قسم روزی شود والذی نفسی بیدی که در پشت این محراب کشورای عالم و طالب باشید، ولکن طالب نباشد، عالم نباشد. آن روز درک میکنید که چی کسان را از دست دادیم. آن روز درک میکنید که چه مجیب رحمانی را از دست دادیم، چه شیخ مفلی را از دست دادیم، چه شیخ عیاض از دست دادیم، چه شیخ عبدالقدیر از دست دادیم، چه عبدالرحیم از دست دادیم. ای جوانا، علما دوستدار شما جوانان، ای محاسن سفیدین رهبران شما علما هستند. امروز گمان کنین امام شما نباشه، الله بهشان عمر بده. دعوتگر هستند، مدرس هستند، اما علمای ما را این قسم قرار بده. امروز ستون و در دیوار مسجد جامعه انصار به فراق مولانا مجیب رحمان گریان میکنه. امروز طفل دومایه آنها عبدالله بابا میگوید. امروز برادر آنها با اعضای توت شده برادری که با چشم دیده و پشت محراب نیست و ایران میدانه که سبا روز شهادت مولانا فضل الرحمن در نوبت.